درس 23 دوره ایلاستریتور مربوط به طراحی لوگوی شبکه 2. خب وارد نرم افزار ایلاستریتور بشیم. اما قبلش بهتون بگم فایل این درس رو که به این شکل هست داخل پوشه درس 23 براتون قرار دادم. شما بازش کنید، این فایل ایلاستریتور هست، توی گوگل هم سرچ کنید لوگوی شبکه 2 دیگه این رو براتون میاره. حالا ما میتونیم چطوری این رو طراحی بکنیم. میام تب فایل، گزینه نیو رو میزنم، یه پروژه جدید. من چون پروژه میخوام عریض باشه همین وبلارج 1920 در 1080 رو انتخاب میکنم و کرییت رو میزنم. حالا میام این تب اول، اگه دقت کنید یه سری شبکه های مربعی، یه سری خونه های مربعی داریم کنار هم قرار گرفته. از گزینه چی استفاده کردیم؟ رکتانگولار گریت تول. خب میام توی این پروژه یک بار وقتی که این رکتانگولار رو انتخاب کردم یه بار کلیک چپ میکنم. سایز چقدر باشه؟ روی 1000 در 1000 پیکسل گذاشتم. بعد تعداد ستون ها و ردیف ها 10 در 10 هستش. این گزینه یوز آوتساید هم فعاله که گفتم برای چی هستش. و حالا میام اوکی رو میزنم. استروک هم رو رنگ مشکی با ضخامت 1 پوینت. این رو به من میده. حالا با ابزار سلکشن میارمش اینور و به این شکل این رو داریم. حالا نکته ای که هست، من با ابزار سلکشن موس رو میارم این گوشه، ببینید حالت چرخش میاد. دکمه شیفت رو میگیرم و الان موس رو حرکت میدم. با کلیک چپ و شیفت و حرکت موس این رو 90 درجه چرخوندم. به عنوان راهنما میتونیم این رو داشته باشیم. من اینو انتخاب میکنم، کنترل و سی رو میزنم، میام این طرف، کنترل و وی رو میزنم، اینم اینجا پیست میشه. با سلکشن سایزش رو کوچیک میکنم، این گوشه بالا سمت چپ میذارم. اینم بیاد دیگه کمی ورزر. خب برای طراحی لوگوی شبکه 2 باید اول این رو سلکت کنیم با سلکشن، بعد گزینه شیپ بیلدر رو روش کلیک چپ میکنم، بعد این بالا تو نوار کنترل یه رنگی انتخاب میکنم، اینجا دبل کلیک میکنم، یه رنگی مثلا بیشتر لوگوی شبکه 2 رو با یه حالت رنگ آبی طور میبینیم. اوکی میکنم. بعد که اوکی کردم حالا میام دونه دونه این خونه ها رو میتونم انتخاب کنم. ببینید اینجا به دو حالت رسمش کردم، دقت کنید. یکیش اینه که خونه خونه کلیک چپ کردم، این مدلیه، ولی اگه بخوایم یک دست و یک پارچه بشه باید کلیک چپ کنیم و رو همه مربع هایی که باید این لوگو رو تشکیل بدن این گزینه شیپ بیلدر رو بکشیم. حالا میام اینجا یه دفعه رو همه میکشیم دیگه. میتونیم اینجا، البته میتونیم اول خونه خونه کلیک کنیم، آخر سرم یک پارچهش کنیم. اینجا شیپ بیلدر رو میزنم، تعداد خونه ها 7 است به این شکل، 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا من دو تای اولو خالی میذارم، اینجا یک رنگش سفیده، اینا بیا انتخاب کنم، 1 2 3 4 5 6 7. از اینجا بیایم باز 7 است، ببینید 1 2 3 4 5 6 7. اولی هم باز میشماریم، 1 2 3 4 5 6 7. حالا باز اگه این اولی هم حساب کنیم یعنی این 3 تا به شکل مورب هم داریم، 1 2 3. حالا باز همین رو برمیگردیم، 1 2 3 4 5. اینجوری هم 5 تا میره. بعد دوباره این خودش یه دونه 1 2 3 4 5 و روی اینم کلیک میکنم. الان حرف اول عدد 2 اینجا هست، ببینید این کلا خودش نوشته 2، به این دقت کنید. حالا اینجا دو تا خونه دیگه باید بریم بالا، 1 2. بعد این طرفی اگه با اولی حساب کنیم 1 و 2 3 و 4 و 5 تا اومد، 1 2 3 4 5. حالا این وری 1 2 3 4 5 تا دیگه میگم، 1 2 3 4 5. اینجا که اومد هم به سمت این ور باید بریم هم این ور. با اینو خودش حساب نکنیم این دفعه 1 و 2، این ورم 1 و 2، 1 2 1 2 و اینجوری این پایینم 3 تا داریم، این اولی یه دونه، 2 تا 3 تا رنگ کلیک میکنم. حالا اینم باید 2 تا دیگه این بخش انتخاب کنیم، 1 2 و اینم لوگوی شبکه 2. میتونم با این ابزار سلکشن تو این حالت اینو انتخاب کنم بیارم این ورتر. خب یه کپی ازش بگیرم، آلتو میگیرم روش کلیک چپ میکنم، این یکی یکم کوچیک میکنم این ور میذارم. خب حالا اینو میخوام یک پارچه کنم. خب سلکت میکنم،
شیپ بیلدر رو میگیرم و رو همه اینایی که رنگ کردم دونه دونه این خط رو میکشم. حالا این یک پارچه شد. یه سری خونه های مربعی دیگه داریم، اینا باید حذف بشن، اینایی که تو کار ما هیچ تأثیری ندارن. دکمه آلتو گفتم زمانی که شیپ بیلدر انتخاب شده دکمه آلتو بگیرید، کنار ماوس یه منفی میاد، رو اون خونه ها و خطوطی که لازم نداریم میکشین به این شکل و بعد انگشتتون رو روی کلیک چپ بردارین، اونا حذف میشه. حالا اونایی که مونده دوباره آلتو میگیریم روش اینو میکشیم. تموم شد. این هم اینوری آلت رو این کلیک میکنم، این هم از این، هم از این و دیگه باید با حوصله اینا رو انتخاب کنیم. اینا هم که این وسط آلت رو میگیرم، وسطشون این خط رو رد میکنم. اینم اینجا و اینم اینجا. حالا این لوگوی شبکه 2 رو خودش تک و تنها داریم. اگه به این شکل نگاه کنیم این یه 2، ولی تو گوگل بیایم سرچ کنیم بزنیم لوگوی شبکه 2، بیایم تب ایمیج، این گوشه هاش یه حالت گردی داره، دقت کنید، این لوگوی اصلیه. خب ما برای این چیکار میکنیم؟ میایم ابزار دایرکت سلکشن رو انتخاب میکنیم، یک کادر رو کل این لوگو میکشیم. بعد اون جاهایی که ببینید گوشه هستن یه دایره تنظیم انحنا دارن، یکیشو بگیرم وقتی انتخاب شده و مثلا اینو میگیرم تا انتها پایین میکشم و رهاش کنم، همون حالت اصلی رو پیدا میکنه. حالا بعد میتونید دوباره سلکت کنید، نمیدونم استروک بهش بدید اینجوری بشه، یا اینجوری انتخاب میکنم استروکش رو کلا برمیدارم، اینجا عدد 0 رو میدم. بعد عرض کنم به خدمتتون دوباره سلکت میکنم این رو، میتونیم رنگش هم به هر شکلی عوض کنم، چون این مدت یادمه رنگ نارنجی داشت، بعد یه وقتایی آبی میذاشتن، یه وقتایی سفید قرار میدادن، یه رنگ تقریبا ساده و شیکی در می اومد. بعد یه نکته رو توجه داشته باشین، گاهن مثلا لوگوی شما قرمزه، بعد تم کاری که دارید، ویدیوهایی که ضبط میکنید بک‌گراند قرمز هم دارین. خب لوگوی قرمز رو بک‌گراند قرمز و بخشایی که قرمز تو ویدیو خوب در نمیاد، باید رنگی رو برای لوگو قرار بدیم که تو هر زمینه‌ای که داره، مخصوصا اون عزیزانی که کار ویدیو میکنن، باید یه رنگی رو مشخص کنیم که از هر جایی، هر محیطی فیلم برداری میکنیم اون لوگو روی ویدیو خودش رو خوب نشون بده. مثلا یه شخصی که کار مثلا آموزش انجام میده، از خودش هم فیلم میگیره، فرض کنید پشت سرش همیشه دیوار سفیده، خب اون بیاد لوگوی سفیدم بذاره رو ویدیو جالب در نمیاد، یا مجبور میشه اون یه بخشی بذاره که بک‌گراند تیر است. پس حواستون به این قضیه باشه. اینم از طراحی لوگوی شبکه 2. باز جلسات بعد یه سری تمرینای دیگه هم میذاریم. بریم برای ویدیو بعد.